Ladies and gentlemen. دانشمندان MIT به تازگی کشف کردن مغز دلفین ها سریع‌ترین پردازش صوتی در طبیعت رو داره و حالا همین الگوریتم داره هوش مصنوعی نظامی رو متحول میکنه. امروز میخوایم ببینیم چرا شرکت‌هایی مثل بوستون داینامیکس و دیپ مایند میلیاردها دلار برای کپی برداری از حیوانات هزینه میکنن. برای درک این انقلاب اول باید بدونیم مغز دلفین 1.5 کیلوگرمه، حاصل 40 میلیون سال تکامله و قادر به پردازش 2000 موج صوتی بر ثانیه است. مدل GPT-4 1.7 تریلیون پارامتر داره و الهام گرفته از سیناپس‌های عصبی انسان. اما ترکیب این دو به ما چی میده؟ زیست تقلید. اما قبل از این که بریم سراغ دلفین ها بیاین بفهمیم زیست تقلید چیه. زیست تقلید یا بیومیمیکری یک رشته علمی بین رشته‌ایه که ساختارها، رفتارها و استراتژی‌های طبیعت رو برای حل مشکلات پیچیده انسانی کپی میکنه. جالبه بدونید اولین نمونه‌های زیست تقلید به 4000 سال پیش برمیگرده. مثلا مهندسان چینی با مطالعه سوسکای سرگین تونل‌های زیرزمینی می‌ساختن. اما نقطه عطف عصر مدرن سال 1957 بود، زمانی که جورج میسترال با دیدن خارهای گیاه برداک به لباسش چسبک رو اختراع کرد. حالا در قرن 21 هوش مصنوعی داره این علم رو به سطحی فراتر از تصور ما میبره. این سگ رباتیک اثبات شاهکار مهندسیه که از سگ‌های واقعی تقلید میکنه، اما با یک تفاوت خیلی مهم: مغز هوش مصنوعی که مثل یک ژیمناست المپیک فکر میکنه. اما بیاین ببینیم چطور کار میکنه. پاهای بیومکانیک: هر پا 12 سنسور فشار داره تا تعادلش رو روی هر سطحی حفظ کنه. الگوریتم MPC هر 200 ثانیه یک بار 20 حرکت بعدی رو پیش بینی میکنه. چشم‌های AI با دوربین 360 درجه و لیدار نقشه محیط رو با دقت 2 سانتیمتر میسازه. از شبکه‌های عصبی CNN برای تشخیص موانع استفاده میکنه. بیاین برگردیم سراغ دلفینا. دلفینا میتونن یک شی به کوچکی یک سکه رو از فاصله 100 متری تشخیص بدن که بهش میگیم سونار طبیعی. اونا بدون ایجاد کوچکترین موج صوتی شکار میکنن که به سکوت مرگبار معروفه. چیزایی که زیردریایی‌های نظامی آرزوشو دارن و همین باعث شده دارپا طی 5 سال 175 میلیون دلار برای پروژه ربات‌های دلفین دارپا هزینه کنه. در این پروژه که پوزیدون نام داره، با الهام از پوست دلفین که استکاک آب رو 40% کم میکنه، برای حرکت بی صدا پوست مصنوعی ساختن. از شبکه‌های عصبی عمیق DNA که امواج صوتی رو 100 برابر سریعتر از سیستم‌های قدیمی پردازش میکنن به عنوان مغز AI استفاده کردن و اینطوری سلاح‌های پنهان شده زیر آب ساختن که با سونارهای فرکانس بالا میتونن سیستم‌های الکترونیکی دشمن رو در 3 ثانیه نابود کنن. همینطور میتونن مین‌های دریایی رو با 92% دقت شناسایی کنن، در مقایسه با 74% مدل‌های قدیمی. مصرف انرژی اونا 60% کمتره، دقیقاً مثل دلفینا که با کمترین انرژی بیشترین کارایی رو دارن. برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه بیاین بریم سراغ یه نمونه دیگه. کورلئو، اسب رباتیک کاواساکی، یه ربات شگفت‌انگیز که تلفیق مهندسی پیشرفته و زیبایی طبیعته، الهام گرفته شده از حرکات ظریف و قدرتمند اسبای واقعی. شما به حرکات این موجود خارق‌العاده نگاه کنید. ارتباط سیستم عضلانی اسکلتی پیشرفته و هماهنگی اسکرها برای حفظ تعادل و شبیه سازی واکنش‌های طبیعی همگی به کمک هوش مصنوعی انجام میشه. بیونیک بی، کوچکترین ربات پرنده جهان که دقیقاً مثل زنبورای واقعی پرواز میکنه. راز این ربات در 2 چیزه:
هوش جمعی و هوش مصنوعی طبیعت پسند. بالهای کربنی با فرکانس 22 هرتز مشابه زنبورهای واقعی و موتورهای پیزوئلکتریک که انرژی رو 5 برابر کارآمدتر از موتورهای معمولی مصرف میکنه، اونا رو قادر به پرواز کرده. هر زنبور با الگوریتم مبتنی بر VAWT ارتباط برقرار میکنه که بهش میگیم هوش جمعی. مسیریابی در این ربات از طریق یادگیری تقویتی که مصرف انرژی رو 35% کاهش میده انجام میشه. شاید براتون جالب باشه مدل‌های مبتنی بر کوسه ها میتونن حمله‌های سایبری رو 100 برابر سریعتر شناسایی کنن. هدفون‌های سونی جدید از سیستم شنوایی جغدها تقلید کردن که نویز رو 2 برابر بهتر حس میکنن. پهپادهای آمازون پرایم حالا با الگوریتم پرواز خفاش‌ها حتی در طوفان هم پرواز میکنن. آمازون با الگوریتم آمازون سوارم تونسته زمان تحویل بسته‌ها رو 35% کاهش بده و هزینه سوخت رو سالانه 280 میلیون دلار کم کنه. تو این ویدیو بیشتر هدفمون معرفی زیست تقلید و ارتباطش با هوش مصنوعی و یادگیری عمیق بود و با هم تعداد کمی از کاربردهای بیشمار زیست تقلید و هوش مصنوعی رو بررسی کردیم. مهمه که بدونیم اینا فناوری‌های آینده نیستن و چه بخوایم چه نخوایم همین الان بخش جدا نشدنی از زندگیمونن. به خودم و شما هشدار میدم محصولات و خدمات دنیای امروز توی یه سطح دیگه رقابت میکنن و این گزاره همچنان که یه هشداره میتونه یه فرصت بزرگ باشه. توی ویدیوهای آینده سراغ مفاهیم دیگه هوش مصنوعی میریم. تا الان من حرف زدم، حالا نوبت شماست که تو کامنت ها بگین به نظرتون ترکیب زیست تقلید و یادگیری عمیق چه کاربردهای خلاقانه و پولساز دیگه میتونه داشته باشه. اینجا درباره تکنولوژی‌های روز دنیا تو حوزه هوش مصنوعی و آموزش‌های مرتبطش حرف میزنیم که ما رو برای بازار تکنولوژی امروز و آینده آماده میکنه. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردی همین الان وقتش. دکمه سابسکرایب رو بزن و بیا تو جمع ما.